همون قیمتش برای سال نوی. ناصرجان حلیموف ساکن شهر خوجند تقریبا هر روز برای خرید به بازار پنجشنبه می آید ولی امروز چیزی نخریده است. وی می گوید نرخ‌ها نسبت روزهای پیش تغییر یافتند. اکو گوش قیمت بیار. گوش نزدیک وقت نمیشد. نه وقتم که اکو گوش گوه. نه وقتم گوش گو. گوشی گسپان 700. چوه که 700 موبایل که رسیم داد. گو 700 گسپان 110. و 700 گسپان. اکو اخیم گود شو گامن شاید اسخون میزنم چوه. تنها ناصرجان از گرانی نرخ بازار در عرفه سال نو شکایت نمی کند. بسیاری از ساکنان ابراز می دارند که نرخ و نوای محصولات نیاز اول در بازار خیلی بلند رفته است. گند قیمت ما دکچه ما مگم ما خودم باغبان پنجشنبه یو لیکن نرخ نوا حقان قیمت. ولی فروشندگان و تاجران بازار پنجشنبه می گویند بلند شدن نرخ محصولات از آنها وابسته نیست. این حالت بیشتر به عامل‌های بیرونی دخل دارد. حسن سعیدوف در یکی از گوشه‌های بازار دکانچه‌ای دارد که با فروش گوشت مشغول است. او سبب بلند شدن نرخ گوشت را از قیمت شدن خوراک چاروا می‌داند. مثال بعضی آدم میگوید که دلار برآمد و دلار فرآمد نه، دلار ما فرقش نه. ما پول سامان که سودا میکنیم هم جهت خاشاکواری گنجاری و سرویس و قیمت که همون گوشت همین نرخ حاضر. یک عامل اساسی بالاروی نرخ‌ها را به زیاد شدن طلبات ربط می‌دهند. کارشناسان ساحه بر آن نظر هستند که باید نرخ‌ها نظارت شونده باشند. فروشنده ها میگوید که دیگر محصولات قیمت شد و به قیمتی نرخ ما تاثیر کرد. خریداران هم میگوید که این چیز قیمت شد دیگر چیزها هم قیمت شد. یعنی فقط یک نمود محصولات قیمت نمی شود، یک چند نمود محصولات قیمت می شود و اینجا تاثیر اساسی را طلبات می رساند و بازی خود تاجران. با کار آنها با این عمل آنها تنها می تواند مقامات ضد انحصاری نظارت برد و این مسئله را در جایش حل نماید. با این وجود خریداران امید به آن دارند که بعد تجلیل سال نو میلادی نرخ‌ها باز به اعتدال می آید و وضع در بازارها بهتر می شوند.